در آخر تمام عادت‌ها تغییر میکنه و عادت‌های تو افکار تو تشکیل میده، اهداف تو زندگی تو تشکیل میده و انرژی تو تشکیل میده. به نتیجه‌های بهتر میرسی، به آرامش بیشتری میرسی و لذت میبری از جهان هستی و لذت میبری که اینکه تو هستی، لذت میبری از زمان حال. آینده رو به خیال میشی، تو زمان حال زندگی میکنی و این میشه اوج آرامش. این میشه اون لذت هایی که خدا برای تو در نظر گرفته. روز به روز پیشرفت میکنی و میفهمی که زندگی همش همون چیزی بودی که تو خواستی. آروم هستی، دنبال آرامش میگشتی، پیداش کردی. اگه پیداش نکردی الان وقتشه. پاشو بیا باشگاه. از توی باشگاه همه چی شروع میشه. قدم اول، فقط قدم اول می‌بینی که ورود به باشگاه انجام بدی و در قدم آخر می‌بینی که همه چیزی که باید تغییر کنه تغییر کرده و آنچه که می‌خواستی بهش رسیدی.